ایران دومین دارنده بزرگ گاز دنیاست. یعنی هر نقطه‌ای از این سرزمین زیر پاد یه اقیانوس گازه که هنوز همش کشف نشده. در کنار اون یکی از بوله‌های نفتی جهانه. از اهواز تا خاک، از پرس جنوبی تا پایانه‌های جنوب، رگه‌های نفت مثل رگه‌های خون تو این خاک جریان دارن. اما داستان فقط نفت و گاز نیست. ایران یکی از مدنی ترین کشورهای جهانه. مثل سرچشمه یکی از بزرگترین ذخایر مثل دنیا، سنگ آهن سنگان، قطب فولاد آینده، طلای زرشوران، بزرگترین معدن طلای خاورمیانه و لیتیوم، فلزی که آینده باتری‌ها و تکنولوژی‌های برقی رو می‌سازه. حالا توی کویر ایران پیدا شده. زیر این خاک گنج‌هایی خوابیده که اقتصاد یه قاره رو میتونه تکون بده. اگه میخوای با تاریخ کشور بیشتر آشنا بشی به صفحه من سر بزن. فالو و ساب یادتون نره، کامنت هم بذارید.